سلام به همه عزیزایی که همکنون بیننده ویدیوهای آموزشی زبان جاوا از طریق چنل یوتیوب میوزیک اند کد فیوژن هستین. امیدوار هستم که بازم شما را با یک شور و هیجان و پر از انرژی به ادامه ویدیوهای آموزشی زبان جاوا با خود داشته باشم. بیاین که ببینیم در این سفر آموزشی روی کدام موضوع ما و شما بحث خواهد کردیم. قسمی که در تصویر دیدین عنوان درسی ای ویدیوی ما و شما دیتا تایپس است. نوع همین دیتا تایپ ها، نوع دیتا های ما. در ویدیوی قبلی ما و شما در مورد variables یا متغیرها خواندیم و مثال های زیاد هم رویش کار کردیم و سه بخش اساسی که برای کریت کردن variable بود، یکی دیتا تایپ بود و تعیین کردن variable name بود و همچنان چی بود؟ value دیتا ما بود. در این ویدیو ما و شما میریم در مورد دیتا تایپس میخوانیم که چند نوع دیتا تایپس داریم، وظیفه دیتا تایپ ها چی است و چی زمان ما از استفاده میکنیم. وظیفه دیتا تایپ تعیین کردن و مشخص کردن نوع دیتا های وریبل است و همچنان سایز و اندازه امو دیتا ولیوی را که ما میخوایم در این دیتا تایپ ها ذخیره یا استور. خب کلاس خودم از قبل کریت کردیم و یک ذره معلومات در مورد دیتا تایپ اینجا براتون نوشته کردیم که چند نوع است و کدام است. به دلیل از اینکه شما در ویدیو قبلی آموختین چرا رقم میتونین کلاس کریت بکنین و از جلوگیری کردن ضیاع وقت ما از او خاطر کلاس خود کریت کردیم. دیتا تایپس نام کلاس ما است و اینجا دیتا تایپس به دو گروه یا به دو بخش تقسیم میشه که یکی پرمیتیو دیتا تایپس است و نان پرمیتیو دیتا تایپس است. و نان پرمیتیو دیتا تایپس رفرنس دیتا تایپس هم میگن. دیتا تایپ ابتدایی و غیر ابتدایی یعنی پیشرفته. خب پرمیتیو دیتا تایپس ما 8 نوع است و نان پرمیتیو دیتا تایپ ما unlimited است که فقط یک چند نمونهش ما اینجا ذکر کردیم که string است، arrays است and classes. نان پرمیتیو دیتا تایپ ما در ویدیوهای بعدی رویش کار خواهد کردیم. در این ویدیو فوکس ما روی پرمیتیو دیتا تایپس است که همیش نوع است، بایت است، شورت است، end، long، float، double، boolean و char است. یک تصویر امرایتان شریک می سازم که در مورد دیتا تایپ یک ذره معلومات خلاص و کوتاه ما از آماده ساختیم که شما ببینین که دیتا تایپ های ما هر کدامش سایز ولیوی را که به خود میگیره چی اندازه است. قسمی که در تصویر میبینین در ابتدا ما و شما بایت داریم که یک بایت است و یک بایت کوچکترین ارقامی را که به خود میگیره منفی 128 است و بزرگترین ارقامش 127 و این دیتا تایپ نمبر اشاری را به خود نمیپذیره، فقط all نمبر میپذیره. خب دیتا تایپ بعدی ما بولین است. بولین یک بیت است و ولیوی را که میپذیره true یا false است. از این دوتا همزمان فقط یکش میپذیره و غیر از این دو ولیوی دیگه را اکسپت نمیکنه. اگر هم نوشته کنین براتون ایرور میده. خب دیتا تایپ بعدی ما شورت 2 بایتس است. کوچکترین ارقام یا ولیوی را که میپذیره منفی 32768 است و بزرگترین ارقام یا ولیوی را که میپذیره 32767 است. و بعدیش انت است که 4 بایتس است. کوچکترین ارقامی که میپذیره نگاتیو یا منفی 2 میلیون است و بزرگترین ارقامی که میپذیره 2 بیلیون است. ببخشید میلیون نه که بیلیون است. خب اوور 2 بیلیون میپذیره، اما اگر از 4 بایت
ارقام ما بالا بره، باز ما برش چی استفاده میکنیم؟ long که 8 بایت است. 8 بایت پایین ترین ارقامی را که به خود میپذیره منفی 9 کوانتیلیون است و بالاترین نمبری را که میپذیره 9 کوانتیلیون است. و دیتا تایپ بعدی ما برای فرکشنال است، نمبرهایی که اشاری از دسیمال است. این دیتا تایپ هایی را که براتون گفتم، بایت و شورت و انت و لانگ، اینا کلش اول نمبر یا نمبر مکمل میپذیرند. نمبرهای اشاری یا دسیمال قبول نمیکنند. خب فلوت 4 بایت است. fractional numbers up to 6 یا 7 دیجیت است که در مثال هم در تصویر شما میبینید که یک مثال برش نوشته کردیم و بعد از تشریح کردن این تصویر ما شما عملا هم کار میکنیم. دبل 8 بایت است. fractional number up to 15 digit و دبل تا 15 دیجیت چی میکنه؟ میپذیره. و این دو دیتا تایپ ما قسمی که برش نوشته کنیم fractional دسیمال نمبر ها است، نمبرهای اشاری را میپذیره. به هر صورت خب دیتا تایپ بعدی ما 4 است. 4 2 بایت است. single character letter که مثل از A تا Z و همچنان بعضی سمبول ها را که باز در مثال هم براتون خواهد گفتم. دیتا تایپ بعدی ما string است. string sequence of character را میپذیره که string از جمع non-primitive data type یا reference data type است. چون استفادهش زیاد است، از او خاطر یک مثال اینجا براتون گفتیم، string بسیار زیاد استفاده خواهد کردیم و در جمع از این دیتا تایپ هایی که زیادتر مورد استفاده قرار میگیره int است، float و double است. استفاده double از float هم که بیشتر است. 4 string هم استفاده میکنیم. byte بسیار کم استفاده داره، شورت بسیار کم استفاده داره و بولیان هم استفاده زیاده داره. خب اینا میریم ما و شما در مثال ها کار میکنیم که این ارقامی را که نوشته کردیم درست است یا نه. قسمی که براتان قبلا گفته بودم جاوا کیس سنسیتیو است که شما میبینین اگر من حرف کلان نوشته بکنم برای ما چی میده؟ ایرور میده. ما خرد نوشته کنم درست است، اینجا برای ما ایرور میده. به خاطر چی؟ به خاطر که حرف اول دیتا تایپ های ما همیشه چی است؟ کوچک است. و وریبل نمبر ما را قبلا هم براتون گفتم که اختیاری است. هر آن چیزی که شما خواسته باشین میتونین بتین. بعض شرایط ها داره که من براتون شریک میسازم که در شروع نمبر و اینا را نمیپذیره، اما غیر از او شما میتونین اگر در شروع شما نمبر بتین براتون ایرور میده، قبول نمیکنه. باشه که من ولیویش هم بتون 1 2 7 که بلندترین ارقام بود برازی میبینین که ایرور میده، یعنی در شروع نمبر نمیپذیره. اما اگر در آخر بتین اوکی است. با وجود که وریبل نمبر ها اختیاری است، اما در آینده شما کوشش بکنین و وریبل نیمایی را انتخاب بکنین که قابل فهم و قابل خوانش برای تمام کودرها باشه. کسایی که در آینده شاید بخواین کود شما را بخوانند بفهمن که هر وریبل نیم چی وظیفه را انجام میده. خب در اینجا باید چی میکنه؟ بزرگترین ارقامی را گفتم میپذیره 127 است. اگر اینمی 7 ما 8 بسازم شما میبینین که ایرور میده. یا کوچکترینش چی بود؟ منفی 128. منفی را که بتم درست است نه؟ این حال همی 8 که من 9 بسازم ایرور میده. خب اگر بخوایم که نمبر بزرگتر از ایره که 2 بایت باشه، 2 بایت ما چی بود؟ 2 بایت ما و شما شورت بود نه؟ میتونیم که تبدیل بکنیم. اینجا ما و شما میمیم 128 نوشته میکنیم ایرور میده و اگر با جای ازی ما شورت نوشته بکنیم ایرور دیگه
نمیده، یعنی تا 2 بایت میپذیره. اگر اعداد ما از 2 بایت هم بالاتر بره و به 4 بایت چند شوه، شما میبینید ایرور داد نه. این حال ببینید تا کجا ایرور میده. یکم نفر دوستا خود ایکلیپس دفعتا ایرور نمیده، بخاطر از اینکه میخوای مطمئن شود که آیا شما مطمئن است که می ارقام میخواین استفاده بکنین یا نه. یعنی تا اینی عدد میبینین که تا 10,000 ها خانه را میتونه که بپذیره، مثلا 1 ها، 10 ها، 100 ها، 1000 ها، 10,000 ها میپذیره. و اگر یک عدد اضافه تر کنیم ایرور میگیره و در این زمان ما چی میکنیم؟ انت استفاده میکنیم. عزیزا براتون شاید سوال خلق شود که خب اگر بولیان، اگر لانگ بزرگترین ارقام میپذیره، چرا ما همیشه امور استفاده نمیکنیم که اگر ولیوی کم هم برش بتیم ایرور نمیده و اگر زیاد هم تا مثلا خیلی اعداده که بریم بر ما ایرور نمیده. هر کدام از یا حافظه خود جاوا و حافظه کامپیوترتان یک جای بسیار زیادی را میگیره، از او خاطر زیادتر کوشش میکنن نظر به اونمو ارقامی که استفاده میکنن امو دیتا تایپ یوز بکنن. خب این حاله برای انت ما میریم عدد اضافه کرده میریم که تا چی حد قبول میکنه. ایرورش از کجا شروع میشه شما میبینین. ایرورش یعنی از خانه بیلیون که بالا بره دیگه باز چی میکنه؟ ایرور میده. این حال یک عدد دیگه من اضافه میکنم، ایرورش میده. من چی میکنم؟ به جای end long استفاده میکنم. خب این حال باز برای شما سوال خلق خواهد شد که دیتا تایپش چنج کردی از end به long، هنوزم ایرور از بین نرفته. قانون لانگ ای است که داخل هر نمره تان شما چی بکنین؟ کلمه ال اضافه بکنین. خب عزیزا این برای اول نمبر ها بود. به نمبر های مکمل مثال ها را کار کردیم. حال میاییم برای چی کار میکنیم؟ برای نمبر های اشاری که فلوت داشتیم. خب یک ذره من زوم میکنم، خدا کنه که مثال های دیگه را که پیشتر کار کردم اونا نزدیک بوده باشن. یک بار ببینم که چرا کامپیوترم زوم نمیکنه. خب درست شد. خب دیتا تایپ بعدی ما فلوت است که گفتیم برای نمبرهای دسیمل یا اشاری است. باز همون یک چیز برش میتونم وریبل نیمه. اینجا میم ما و شما چی میکنیم؟ نمبر اشاری را برش میتیم. مطمئنن که باز ایرور میته، اما دلیلش شما خدا کنه فهمیده باشین که برای دیتا تایپ لانگ، برای دیتا تایپ لانگ فلوت ما و شما چی میکنیم؟ معمولا در آخر نمبر امو حرف اول دیتا تایپ ما را برش باید بتیم. با مجرد که ما برش همین چیزا بتیم چی میکنه؟ ایرورش از بین میره. خب برای فلوت گفتیم ما فلوت گفتیم چند بایت است؟ فلوت تقریبا 4 بایت است و 6 تا 7 دیجیت نمبر میپذیره. اگر از او زیادتر شوه باز چی میکنه؟ بعد از او باز دبل استفاده میکنیم. بعد از او باز دبل استفاده میکنیم. خب عزیزا برای دبل ما و شما نیاز نداریم که حرف اولش بتیم. اگر بتیم هم کدام مشکل نداره، ایرور نمیته. اگر نتیم هم کدام مشکل نیست. زیادتر برای اعداد اشاری از دبل زیاد استفاده میکنن. دلیل های مختلف داره. یکی که نیاز نداریم که هر بار ختم نمبر ما حرف اول دیتا تایپ خود بتیم
و دیگه ای که معمولا تا 15 دیجیت قبول میکنه، از او خاطر زیادتری استفاده میکنن. و دیتا تایپ بعدی ما و شما چی است که رویش کار خواد کردیم؟ دیتا تایپ بعدی ما و شما 4 است. عزیزا من یک مثال اینجا کوتاه برای هر کدامش کار میکنم، اما برای هر کدام از این شما کوشش کنین که مثال های زیاد کار بکنین، پرکتیس بکنین تا که زیادتر با اینمی دیتا تایپ ها آشنا شوین، چون ایده بسیار در کد نویسی تان استفاده خواهد کردین. اینجا تا کد نیست که شما از دیتا تایپ استفاده نکنین. فقط به مقدر بفهمین که هر دیتا تایپ چند بایت است و امی تصویری که برای شما ما از قبل آماده ساختم و تشریح کردم و اونمو را مکمل روش کار بکنین و هیچ وقتی فراموشتان دیگه نمیشه. خب برای 4 چرا اینجا ایرور داد؟ به خاطر از اینکه عین اسپلینگی را که در خود 4 است و در سیستم خود جاوا است ما اینجا برش دادیم. اگر اینمی 4 ما حرف کلان بسازم ایرور دیگه از بین میره. و برای 4 گفتیم یکی قانونشی است که سینگل کد استفاده میکنیم، دبل کد استفاده نمیکنیم و یک کاراکتر قبول میکنه، از یک کاراکتر زیاد قبول نمیکنه. اگر من اینجا یک نام نوشته کنم هجران، شما میبینین که ایرور میده. و در این شرایط ما و شما چی باید بکنیم؟ 4 تبدیل میکنیم به string. string گفتیم sequence of number قبول میکنه. نامش فرق نمیکنه اگر ما تبدیل هم نکنیم، منتها منطقی نیست که برای string ما variable name 4 داشته باشیم. از او خاطر یک st جا من نوشته میکنم که از string گرفته شده و اینجا فقط کافی است که سینگل کد با دبل کد ما چنج بکنم. sequence of چی است؟ کاراکتر است. خب عزیزا درس دیتا تایپ ما به اینجا خاتمه میتیم و